امروز قراره بریم پشت صحنه یکی از خفن‌ترین گروه‌های تئاتر کودک، گروه هنری تاک. بزن خب ما الان تو دکورمون رو باید بچینیم که سالونو خیلی دیر تحویلمون دادن که این یه ما البته کلا دکور ماه که باید چیده شه آقای ارشیا خان. ارشیا جان زدی اینا نبود که؟ نه برو بعد این رگال آقای تاها جان این شاقم روشن همین روشن میشه فقط؟ آره بیشتر بود قبلا. اینا اکسسوارمونن آقای ارشیا خان. تاها اونجاست سر اجرا. ببین هر کلا توی طول اجرا که داشتیم این رگاله خیلی شل میافتاد بعضی وقتا. برامین میگم نه این رگاله کلا چیزه مثلا سر آوردنش دهنم سرویس میشد. یه دقیقه این بذارید. این چیه؟ این عطاریه. دماغه چقدر این نزدیک خوبه تا نانوایی. کسر برو بشین تو پرده دوم. با پرده دوم باید چیز باشه. اوکی آره. نشستش بر دستم از بس زدم تو بشگستم نست ببین عاشق دستم بیا پیشم بشین که من دوباره مسته هستم نشستش بر دستم از بس زدم تو بشگستم نست ببین عاشق دستم. خب الان بچه این ور بالا ما ورود تماشاچی ها رو دادیم. دکور رو که یه چی دید؟ شده؟ این خیلی زیاده. نه اوکی اونو خالص که میخواد رد شیرجی که نمیخواد. خب رد میشه دیگه اشکال نداره. تاها اون این امیره تاها نیست. سالی هم خیلی بد موقع دادم. خب حالا آقای اپراتور هستن داداش آقا تا متاسفانه روزای پایانی اجراست یا نه حتما میگفتن بیاید اجرا رو ببینید. اجرای واقعا قویه، راضی هم ازش، خیلی اجرا قویه، بازیگراش هم قویه آخه. جایی که آهنگ هست ما میتونیم دست بزنیم. خب بسته دیگه آهنگ پخش نمیشه که ما دست بزنیم. دست میام پایین الان. خب نزدیک شروع اجرا هستیم. با آرزوی لحظاتی شاد و جذاب برای شما خواهشمندیم تلفن‌های همراهتون را خاموش کرده و از هر گونه رفت آمد در سالن خودداری فرمایید. با صفات فراوان گروه هنری ساز. اول هر چیز به نام خدا بلند بگوی یا زندگی صدا دوم سلام بچه ها سلام آبی روی ماه شما سلام آبی روی ماه درها به روی بسته ها ببندی از نمایش ها یاد بگیریم همه با دقت و حوصله
بی هم همه با دقت و حوصله بی هم همه شعر و آهنگ کلی داریم براتون دست بزن شادی کنیم برامون شروع کنیم بستر و با یه لبخند خنده بکن ای نازنین دلبر خنده بکن ای. خب اینجا پشت صحنه کار بالنسیا اینا لباس ها و اکسسوارهای بازیگرانه. برای که درمون نشه نقشه رو مساوی بین خودمون تقسیم کنیم. اینجوری به عدالت خیلی مهمه. صابخونه من بچگی دوست داشتم صابخونه شم. آره میتونی نمایش یه رویا نقاشی کنه از روی عکس نقاشی رو پارچه خیاطی کنه لحظه سوزن بکنه شروع به دوختن بکنه تیک و تک چرخیاتی بشه با خنده عشقتی به دوزه مثل فرفره به چرخ نخواهه خراسان اصلا پخت نداره. اونم نمیداره. لواش نداره. سنجش هم نداره. دربری. فقط در اینقدر خوشمزه. بیای و مریض شدی زودی بیا دلویا کمر زدی داری بیا اینجا من دارم از هرچی دقا تا به خوب بشه اون حال و هوا بیا هی دارم ببر زودی بخور قشنگه میرم جلوی مغازه راهپاشی کنم حالا مشتری میاد آره یه نفر اول رفته باسو ببینم باسو بیدار شو تیسنمه آها نکنه آب بخور آره نشین جونه بیدار شدی خیلی تشنم بودا آره نشین جون شما دیگه کی هستی؟ من به عطار باشیم عطار باشی دیگه کیه؟ نمیدونی؟ خب برو توی مغازه رو یه نگاه کن از خودت ببین آره من عطار باشیم از گیاهای مختلف دارو درست میکنم برای کمر درد، سر درد، پای درد، ناخن درد، مو درد هر دردی شربت خوشمزه من خیلیاتم بفرمایید وای چقدر قشنگه این که خوراک مهمونی نانای کنی آره اینو میپوشم شبیه پشت سیدی میشم میخندی آقا علیزاده گلگلیه چقدر قشنگه زوم بود زوم دوباره چرا؟ فقط یه ذره سایزش اذیتم میکنه آره ریدا همکاراتو میگه بپوشی چرا معلوم نیستیم تا یه کوچولو فقط یه چیز سیاه چراغای گوشتو نبرش چه کاریه اینقدر راه دور رو بری؟ خب همینجا بمون بشه خیاطی فرشیا زحمت کش قبول میکنی؟ آره بگو انشالله تا تزومه خب برای چی این کارو به نظرت من اینجا بمونم یا برم؟ بمون نرو
خب تا الان سه تا از کاراکترهای این کارو دیدید. دو تاش مونده که یکیش قصابه، یکیش موشه که همشون هم یه نفر بازی میکنه که واقعا نمیشه کار سختی که همزمان 6 تا کاراکتر بازی کنی. الان هم میخوام بیان که لباس عطار رو عوض کنن و لباس قصابی رو تنشون کنن. خب خسته نباشید، عالی بودید. خب الان لباس قصابی رو تنشون میکنن. این پنجمیه. آخریش هم واقعا موشش داست. بیا آخریش هم موشش. خسته نباشید، عالی واقعا. چطور؟ عالی بود. عالی بودید. بله. آخری حالا رو اجرای آخر رو بایزی درست بگو، قشنگ بگو. ببخشید چجوری بگم؟ باید بگی خیلی سوسکه لپتاپاییه کفش قرمزیه مهربون. ناز کن یادم بیام اومدم چفت همینجوری میگم. ببخشید خالص سوسه لپتاپاییه تبلیغیه تکم. نه خیرم، یه بار دیگه میرم دقت کن. بله بفرمایید. خاله سوسکه لپتاپاییه کفش قرمزیه مهربون. خالص سوسه لپتاپاییه تبلیغیه تکم. نه خیر، ببین شما اصلا به من توجه نمی کنی ها. بفرمایید. خاله سوسکه لپتاپاییه کفش قرمزیه مهربون. خالص سوسه توپلیه تحتیه چربش داشت نه؟ خیلی خب ولی بازم اشتباه رفتی. به بعد بود میگم اصلا اشکالی نداره. چرا رفتی اونجا؟ نه من اینجا بودم چون نه شما اومد چی کار میکنید؟ جامعه بابا نایم. آره زمین جن نمیشم که من شما باید بکنید نایم. بفرمایید من خیاطم. این برای منه؟ بله. خوشتون نیومد؟ اینا این خیلی قشنگه. سوال کسی به من هدیه نداده بودم. خیلی خب پس اینم برای شما. آره خیلی قشنگه. اتفاقا چند وقت دیگه مهمونی قصاباست همه اینجوری میکشن. من هم یه کمی سفید دارم با این ست میکنم با هم تیلیک. کار سنگینی نمی‌کنی. همه کارهای سنگین با منه. همه‌شون. خونه رو هم میشورم. مغازه رو بله بچه‌ها. خاله سوسکه مهربون با آقا موشه با همدیگه همراه و همکار شدن. تصمیم گرفتن با همدیگه خیاطی کنن. اما اون سال زمستون هوا خیلی سرد شد. رعد و برق.
حجم ویدئویی که تا الان گرفتیم. گفتم محافظه دارم نه اینقدر. خدا رو شکر برف بگه. اتفاقا اون سال زمستون برفم اومد. چرا برف کجا بود؟ تازه با آدم میومد. دیگری هم میومد. من موشم باد مالکو برای دیگه کسی نیست قصه بگه. خیلی سرد شد. نکن بابا یه چی گفتم. خیلی من سرد. چیزی نگفتم. ای بوی خوب چیه؟ خیلی نامرد. سرم داره میترکه. وای وای دست و پاهام. دست و پاهم خیلی درد میکنه. ای وای آقا موشه این چه مریضی بود آخه. اگه دیگه خوب نشم چی؟ ای بابا ای وای وای سرم خیلی درد میکنه. شاخک هم حتی درد میکنه. من زیاد ببخشید میگم اینو اثر باشه گفت نگران نباشید یه سرمو خورده که خیلی سادم. خب بچه نمایش تموم شد. الان سکانس صحنه آخرشه. بعدش هم یادم موزیکه و معرفی بازیگران. هر چیزی که صحنه دیدین زحمت دوست عزیزم مهداد قرایی. دستیاران کارگردان عزیزم امیر جلیلی، عرفان طاها و محمد مشاور خواهش می‌کنم عکس یادگاری می‌گید حتما گروه تاک رو تگ کنید تا ما بتونیم عکس خوشگلامون رو استوری کنیم. بچه‌ها دو طرف سالن بیان بالا با هم عکس بگیریم. مرسی. خب بعد نمایش معمولا دکور رو جمع میکنیم. موقع چقدر بزرگه. خود امیرون بالاست و این اجرای جذاب و دیدنی هم تموم. یه روز خوب داشتیم کنار گروه تاک که حالا خودم شایسته این رو دارم و افتخارش رو دارم که یک کمک یاری بهشون باشم و سر آفیش هاشون من باشم. آقا امیر عزیز، امیر خسته نباشی، عالی بودی. روز آخرم تموم شد و در خدمت آقای شایان هستیم. بزرگوار عموی ما بودن توی چند وقت. توی چند وقت یه سال میشه ولی آره یعنی یک سال عموی رو در حق خیلی دمتون گرم. همتون خیلی زحمت کشیدید اومدید. یه ماه زحمت زیاد بهتون دادیم. امروز عالی بود. فراتر از اون چیزی که فکر می‌کردم همتون دمتون گرم. مرسی که انقدر خوش انرژی و باحال و با ادب و با شخصیت و کلیپایی هم که می‌سازیم با ادب باشه. خوشحال‌تر میشم. و اینکه یه تشکر ویژه باید بکنین از مهداد قرانکیش که اجازه داد شما بیاین رو صحنه این اعتمادو کرد، کاری که من خودم نمی‌کردم عمرم. اعتمادو کرد شما اومدین رو صحنه و برای من یکی افتخار بود که شما برای من صدات همینجوری بود. قربونت برم. من همتون خیلی دوست دارم. ان شاءالله که درخششتون رو توی هر مقطعی از زندگی ببینم. ما شما خیلی دوست داریم. ما بیشتر ما خیلی دوست داریم. خیلی عاشق دوست داریم. با مشاهده نمیشه میگه ما بیشتر. چرا من بعداً کار دارم. خب اینم نه من کاری ندارم. یک روز با گروه هنری تاک بود که عوامل دیگه هم دارن که حالا نبودن امروز، حالا بدبختانه یا خوشبختانه امروز نبودن که تو ویدیوهای بعدی هم سعی میکنیم با اونا آشنا شیم. و بعد آقا شایان از آقای مهداد قرانکیش من تشکر خیلی ویژه‌ای میکنم که این کارگردان گروه هنری تاک هستن که این فرصت به ما دادن که کنارشون باشیم و به ما اعتماد کردن. خیلی ممنون از شما آقای قرانکیش که این فرصت به ما دادی. مرسی، خیلی خوش گذشت.
خیلی خوش گذشت. امیدوارم بازم ببینمتون همگی دوباره به زودی تو کار بعدی. قربونت. خدافظ. مرسی که این ویدیو رو نهایی کردید. لایک و سابسکرایبتون نده. از من تشکر کن. عرشا جان دست شما هم درد از نکنه. ارشیا من تشکر کنم. من با ارفان بودم. خیلی خوب. این تخصصش. به اینکه این کیفیت تصویر رو با دوربین‌های مختلفم فرق میکنه خیلی توجه نکنید. امکانات الان پایینه و ان شاءالله درست میشه. اینو بگردیم من پیجمو تبلیغ کنم. MMD خیلی ممنون که نگاه کردید. لایک و سابسکرایب نره.